وانکو واجهان سلام و درود. مرچی ما پدا گپ و تران برنامه چهاریان تیوی شما خدمت هستیم. مرچی ما دو مهم موضوع برنامه دیما بریم که یک اعتراضاتی که بلوچستان زاهدان بیگان و دیگه مسئله چین فعالیتم چهبار بندر که به حال جمهوری اسلامی آودا باز کارباری گون چین دولت شروع کرده. واجه ملک زین دینی گم و امرای واجه ملک واشات که مرچی که برنامه ها شما اولا در رابطه با تظاهراتی که زاهدان بیگان میواسطه گپ بزنید. سلام و شما را و آرین که دستن در کارانی هستند و نوکین سالان شما را مبارک باتوشون و سجه ایران و بلوچستان مردم امید کنم که نوکین سالی بیتو و رژیم هم آخری سال بیتی و وحش زنده بازینند ایران و بلوچستان مردم و سجه هستند دنیای تو چمشان که بلوچت اولا من تظاهراتان باره کم که چمشان که دم رو رنده کتی و موضوعی که مطرح کود تظاهراتان که هنچو که پیسرگی افتگان تو که بیتگان تو هنگت هستن تو ادامه هستن و رژیم آدابی که لوچت آداب پیش نشد و هنگام مگندگان که مردمان دست سرانت و مولوی هم و ما کوشانی که 6 ماه تو که شروع کتگان تا هنگا برجم دارگینه و مسجد مکی یه مبارزه دیما برگی بله ما گندگان که رو مردان خواستن پر کنگان تو آب پیسگین لوتانی که بیتگن تو مروچی گشتر بیگان و مردماش ما گندگان انتظاراتان که مروچی هم یه نه که تنها هدف قرار دیگان جمهوری اسلامی بلکه باقی هم وابستگی هم که رژیمی بیتا و تو مروچی رژیمی مردم و شمازان کم کما که دنیا و یک مروچی آگاهی دنیا مردم را آگاهی به دموکراسی نمیگه و دنیا یک مردمی دنیایی بیگه نه که مثلا یک فردی به تصمیم بگیرید و ما شما سخنرانیانی که هم گندگان که چه مولی عبدالامین نیمه واقعا مردم اینه هنچ که یعنی یک لیدر ملی تبدیل بیده پاکین سرتاسر ایران و این گپانی که هستن که مروچی جنگینه من یلا درستگی ملتان در برگیریدیم و این یک مترقین شعارند مترقین گپند و امید کنیم که انچو و همین روال ما برود بله نیازی هستن که ایران یه دیگه سجهین جهانی مردم هم گو بلوچ هوار ببند و یه ترمبش تو که بهر بزیرند چون ما بید که بلوچ تیو که این بیه تو یه مبارزه سحنه تا بید تو جنگ بید چه که ما شمازانه یه رژیم همچین رژیمی که پایل کنند یه رژیم سکیم کنکار و اینی شواسه جناعت هم تو زانه که دنیای تو کمر چی جناعت که نه که تیو پاکی اینی بلوچستان گویی بوده چه که امکاناتی که بلوچستان تو که حداقلی نه هستن و فقط بلوچ مردمی که اینه بخوان تو که بلوچ وقتی جن و 10 سالی که و من یلا پاکین توده ایران نیاز هستن که بیایتی مروچی بلوچا امرایی بکنتن و یه مبارزه دیم آورده و مازانه که بلوچ وقتی یه مبارزه تو که وقتی یعنی شهری سرایی و تیال بگند آیو تا پاکا و تا موکم داشته و یه مبارزه دیم آورده زندگ بات واجه ملک مرچی ما برال تظاهراتان تو که مردمان دستالاتی پلاکار دم است ما دیدن که مردمان برال حق تعیین سرنوشت باره ابر کوتگا وات مستری باره برال مترقین شعار شما وات اشاره کد حق تعیین سرنوشت بحث کنه یا وات مستری یا ما خود مدیریتی که برال فارسی تو که گوشنتی ایشیا چیچو لوتو کاستی بلوچستان تو که برال ما گندگانی که بلوچان برال سک باز واده نزدیک یک قرنی بی که بلوچان برال وقت مستری دنباند ما مرچی شوهران تو کام گندگانی پلاکاردن تو کام گندگانی که بلوچ وقتی وقت مستری الوت کند دقیقاً بلوچ باید مستری بلوچی نه بلوچ دیو که من یلا ایران یک متکثرین جامعه متکثرین گو ملتان وده هستن زندگی کنگان و دولت مرکزی که مرچی لوچی و یه متکثرین جامعه نتونیدین که مثلا پرس کن یک ملت و یک زبان و یک یعنی مثلا فرهنگی ببینید
یعنی یک دروغی که 200 سال تو کا بندگان تی و این دنیا تقریبا 200 سال و 150 سال این ماشانی اروپا بچاره دیم په یه تغییر نیمه شد و دولت ملتان تشکیل تن یه نظم دنیا نوکنده یک بید بله ما گندگان که ایران تو که یه چیز گو یعنی گو سرکوب و گو جنگ و گو مردمانی لطشاب کنگا همیشه روی که مردم چطور نزور بکنن تا نزور بدارن ایشی نیشن که انیو ما گندگا جامعه که مثلا بلوچستان که مروچی که این بلوچستانی که هستن یا که مثلا نه تیمو که بلوچستان کردستان و خوزستان ما بیچاره و بلوچ باری اگه تعیین سرنوشت نیمگا بروتین و حداقل یا حاکمیت ملی ببیتی یا ملک توکا چه که مروچی دنیا مردم سرپدن مروچی ایشین که اگه ما یا بیاین و هیچ ما را دیگه لوتی مبیت و خواسته مبیت یا حکومت مرکزی و ایشین که ببیتین و هنچو گروه ما پدا یعنی ام شیخ ها امی کار کوتو ام شاه امی کار کوتو هم شیخ ها و گروه دیم ترکی نظامی که ایتن بلی نام دموکراسی که دموکراسی گروه پدا منیال تبدیل به دموکراسی کاغذی بی این کاغذ پوشتا بی نه دموکراسی بیتین یعنی همه گیر بیتین ما انی مثلا بلوچ منیالا شهری سر آگان چه که بلوچی نه که 100 سال پیسر یا اصلا جامعه ایران اگه ما بچاریم که پیسر اگه یک گپی کتا یک کوی دا که جای نشته تا پیتی گپی کتا شده تو هیچ مگاش واجه سردار گفته خانه کتا انچه سردار و خانم مطلق بسته دنیا یعنی یک دکریت دنیا مردمای شناختی کاملین چه یک دنیا هستن و شهری سر کنم زندگ بات یک مسئله ببخش ما شما ابر واسطات کنم ایشین که اگه تعیین سرنوشت ابر ما شما کنگاهیم همزمان حکومت بلوچان کردان و یه ملیتانی فعال سیاسیان متهم به تجزیه طلبی کنگه و حکومت تبلیغ یا مرکزگرایی که خارج از کشور ایشان وقتی تبلیغان تو که یک وڑی جرم پیش داشته تجزیه طلبی یا اما آزادی خواهی مردمانی که بازی اینه چه همه فعالان وقت باور کتا تجزیه طلبی جرمی شما چطور گندگاه یه استقلال طلبی و آ چیزا و همه اگه تعیین سرنوشتی که شما برال اشاره کد بلوچ برال وقتی حاکمیت الوطن حالا چه استقلال شکلی یا چه خودمختاری شکلی ها بله رژیم و مرکزگرایانی که حتی مخالف رژیم خارج از کشور استقلال طلبی جرم میزانند شما یه جرم انگاری یا استقلال طلبی چیه گوشتیش باری بدن هر کس وقتی دیدگاه هستم برای یه جوست که منو ببیته باید ها بیا منو جواب بده انتین که مرچی که منی لوتید نه من بیا اونا په مرکز واسه که جواب بدم که مرکز یعنی چی چه که من هیچ وقت نه ملک تو کنه حاکمیتی بتا نه که من قدرتی بتا و همیشه حاکمیت و قدرت هان دست بتا و همیشه یه چکاسک بیتگم که قدرت و حاکمیت دست بتا بلوچ پامال کنه بتا بلوچ نزور کنه بتا بلوچ جنگ بتا نکتی و که بلوچ پاکی ملتانی که ایران تو کا بیتگن چی بیتگن یعنی همیشه نزور کنه و جنگ بتا به یک شکلی یعنی آیا همیشه لورتا که ایشان ما بکنن این همیشه یعنی ما بانتن که یعنی یک ملت و یک زبانی آیا اگه ما شما بیچاره همیشه کوشش بیتا که حکومت مرکزی دموگرافی سر آیا بلورتی دموگرافی چنج بکن آیا لورتا که زبانش هم دست بگی آسیمیله بکن یعنی درستی کاران بیتگن و درستی جنایاتانی که بیتگن گواستن رژیم ها کتگن مروچی این ملت بلوچا یا که یه دیگه ملتان چهارتا بابا نه رایه نه هرچی ما بگوشه دیگه آب بیاین تو نوکینگ و برنامه پد اما گاب بانک پیسر بیتگه همه مشکلاتی که پیسر که بلوچا یعنی همیشه قوتی یعنی برای هر شکلی آیل همس کتگه نه نبیتین که ما بیاین و هیچ ما بگوشه و ایشن که یه منیالا یه خواسته یه چیزی که نه که یعنی مثلا عجیب غریبی نبی یا غیر طبیعی این مروچی درست که دنیا هسته اگه ما کنوانسیون سازمان ملل بچاره یا که دنیا بچاره ما باید اگه بیاید یه مثلا مروچی فارسی گپا بکن یا مرکزگرا بیا یه گپا بکن که یه تجزیه طلبند و یا چیه منیالا یه اصلا یه گپ و یه توینی و پدا ما برچه بیان یه گپا بجنیم دقیقاً وقتی جوسی آن واسه من یلا بلوچ اگه گپا جنگه نه هیچ مثلا لازم نه که توضیح بدن پارسا که به ما را مثلا ما بگوشیم که ما تجزیه طلب نه یا مثلا بعضا جواب بده نه یه هکینگ بلوچ
زندگ باته منی جست مقصدشه که به هر حال امی جرم انگاری که مرکزگران کتگ یک بهره چه فعال سیاسی ما گندگان که به هر حال امی جرم انگاری انگار باور کتگ و آیا هم فکر کنگان که یه چیز بلکه جرمیه به هر حال امی ترسی که چه مرکزگران هسته چه حکومت مرکزی ها چه اپوزیسیون مرکزگران هسته کوشش کنگان چه به هر حال اما حاکمیت ملی به اساس سر بگذارند و ترسند حاکمیت ملی به اساس حق تعیین سرنوشت به اساس بکنه ما بازی فعال سیاسی بلو چه گندگانی که یه بحث کنگا تو عقب نشینی کوتا یه بحث نکنگان ولی همزمان گندگانی که بازی نه بحث کنگین و مرچی ما مردمان تو کی هم گندگان منی منظور چه یه جستا اما بر چه اپوزیسیونی که چه اپوزیسیون بلو چانی که چه حق تعیین سرنوشت مطرح کنگا چه ترسگین درسته این که دیگه یک کتابی هست ایش بندگی خودخواسته من یلا ما این لیدران اگر یکی گپا کنگین عقب نشینی کنگین و یا ترسگین یک گپا مکنته من یلا یادداوی ما یک چیزی بندگی قبول کنه زانگان که اگر ما یه بندگی قبول بکنیم غلام بین او بهترین که ایشون که مردم خواسته بیتی مطالبه بیتی و این من این لیدران گپا زانه بلکه یک لیدر ما گوش نکنه آیم بلکه فکر کنه که ما این گپا کم که کوتا بیاین بلکه یک چیزی ما را چه جمهوری اسلامی نیمگا ببخش فعل کنه که ما جمهوری اسلامی نوکی که رژیم بیایتین سرکار ما را چه آینی یه چیزی برال آوات یعنی یه عدل انصاف بیتی بله من یلا چونه اینا و یکی من یک اشتباه تاکتیکیه مثلا که یه گویه رویه گندی ما بروانته من یلا پیسر گپ ببیته پیسر من یلا که یگان چایی که جنگ ببیته سولی بی پیسر من یلا جنگ بیته که ببیته رنده بودا مثلا سولا نه چی که یه کارام بیته چی اگه ما جنگا سولا بکنن پس رنده جنگی بود پایدی نیست من یلا یه درستین گپ هندگی این سیاست مداران یه تیبل سر آرگ لوٹان جنگ لوٹان थे अन्य अगर मैं वहाँ थी गापो मजनान थे मैंने यार रंदा दीर भी थी पे गापो जनाग زندگ بات ملک جان اتفاقا تو واشی اشاره کرد به اک گرگ چیزی دایگ چیزی نه اگر بعد دایگ بیتین گودا جنگ جهانی اول دوم چرند بلوچ و کرد و آدم ملتانی اک دایگ بیت گچه که شام آتیما گون سکوت یا کم کاری نتومتوتی اک بگیرند ولی ما اپوزیسیون گندگانی لاتی ائتلاف گندگانی که یه ائتلاف اکثرا غیر سیاسی و هنرمند و ورزشکارند بله لاتی چهره سیاسی هم یه ائتلافان تو هستن شما یه ائتلافان باره شما را نظری چیزی هستین یا همین آخری ائتلافاتی که بیتگن منشور و بیانیه یعنی هر چند نفر جنبه اگین و یک منشور معرفی کنگین که به هر حال شما حزب مردم بلوچستان تو که فعالیت کنید شما در رابطه با این منشور حزب مردم بلوچستان چی گوشی شما در رابطه با منشور موضع‌گیری خاصی نکوتک و عملا یه پیش داری که شما گوی منشور موافق نبید دیگه و موافق نید نزنم به گپش نه که گپی علمینی اگه علمین گپی بیتی پر شما میامن بله ما گندگان که مردم یه داروش هیجان زده رتگان مبارزه مردم داخلا کنه آنچه بلوچستان رو بگیر چه کردستان رو بگیر و اگه آدگی جاگان که ایران اگه مثلا تهران بگیر و ادان کهان درست مردم منشور دیگانشان اگه ما بیان و گوشان مروچی گپا و پدا این تکلیف هم بیگه نه و ما هیچ کسی اگه دعوتی و چی یعنی اگه ببیتی چی که ما رو وقتی خواسته هستن وقتی گپ هستن و چون دعوتی اگه نبیته بله اگه دیم ترا ما گندگان هستن چون دیوانانی که بندیم ترا یا که مثلا شین اگه منشورانی که یعنی بله پیسر باید یک جز سی بی بیتین یکی چین چارتری تو که مثلا بیان نه که یعنی وقتی بلیکند و تو انچو هرچی کمال لوٹن تو غیر بکنه نه گو یک کمانگ شده اگه یک کاری بی پرچه ما کهن گو ننده نبله که یعنی منافع بلوچ آی تو که در نظر گرنگ منافع بلوچی که شما کنگره ملیت های ایران فدرال و حزب مردم اساسنامه ذکر کوتک منظوری تی؟ دقیقا زندگ باته شما در رابطه با ما تغییر بافت جمعیتی هم اشاره کد وتی ابران تو که و مرچی موضوع می بحث یکی برال چین حضور این چهبار تو که ما گوستگی ابتدایی که طالبان حکومت مقام هم چهبار آد که گفتن وزیر طالبان بود که چین دولت بود سرمایه گذاری و کار کنگین شما چیچو یه مسئله نگران کننده گندگاه با توجه به اشتی که جمهوری اسلامی لوٹید 5 میلیون جمعیت بلوچستان اضافه بکن بلوچستان جمهوری اسلامی هر کارانی که کنته په بلوچا
نه تیوکو بلوچ پاکی ایران مردم واسه نگران کننده چه که آی کاران عجیب غریب دنیای تو که نگینه و انیگه مثلا چینه قراردادی که آتکه و بنده گینی اصلا مردم نزانده که چونه قراردادی که بندی جمهوری اسلامی و همه چیزانی که چین همه دو لوٹه همه دو دیمش بارته و دومی گپشن که مثلا افغانستان که مروچ طالبان من یلا ایران کوشش کنه که روابط دیپلماتیکی بداری تین روابط دیپلماتیک ایران برگردی به همشی که همه عربکاریانه که دلمانه که دنیا توکا انجام بدن تین و ما گندگان که ایران قرار دادن دنیا هر کجا هر شهر و شیطانی که بیته و همو آدم که لوٹی تین ایران یه قرار دادن گشتر بلوٹی دیما و بوارته که به خاطر وتی خرابکاری نواسته زندگ باته بله چابار توکا برال 5 میلیون جمعیت ابر یک نگران کننده ابری و ایران چین قرارداد جزئیات انچو که شما اشاره کرد نباشید چیه بله چون که ظاهر چین لوٹی 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکن ایران گون 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری چینا احتمالاً بتوانی 5 میلیون نفر ودا جابجا بکند جابجایی 5 میلیون نفر هویت ملی بلوچانی رو نابود کند شما سازمان با ایران یه سیاست دیم گرگ واسطه برای چه برنامه شما را است؟ اولا که 5 میلیارد اگر بلوچستان بیارید 5 میلیارد من یلا یه زیر ساختان لوٹیتی بلوچستان انچونه بیتی که 5 میلیون یا پارگی بیایته نه و اگر بلوچستان تو 5 میلیون سک نگران کننده اینه پر بلوچ واسه که اگر بلوچ بیایته چه که همیشه جمهوری اسلامی سیاستانی بیتی اگر 5 میلیون مردم بیای تو سرازیر بی جمهور چیه بلوچستان تا من یلا دیگه بلوچه نمانیتی و پدا همه برنامه اینه که وقت لوٹی همه پیما که دیما بارت نیمه بارتین شنکه بلوچا ودم بلوچ دموگرافی هم چینج کنتین بلوچ زبان هاچه بلوچ گیرتین بله بلوچ مردم هم شینه که انچوش درسته مثلا بلوچستان ظاهریه که مثلا ما بگندگان که یعنی اندازه میدیان چینه بلوچ مبارزه کنتین و بلوچ هنچوش که من یلا یک اگر مردم آینده بلوچستان اگر یه دو که جمهوری اسلامی لوٹی همه دو که پاکستان مروچی هست مردم مقاومت کنگان و دم لوٹی 50 میلیارد سرمایه گذاری بکن بله ما نگیم که 50 میلیارد سرمایه گذاری کجا بیتا یعنی بلوچستان شرقی من منظور بلوچستان شرقی تو که این 50 میلیارد پاکستان که سرمایه گذاری کردی نه زیر ساختی هست نه مردم گنده کاری بگن ادا 700 میلیارد من یلا اگه درسته این جمهوری اسلامی میشه بله چون که ما قراردادی ندیدن ایشی و چین گپان پیسر هم بیتگن همیشه قراردادان نام گرفته من انچه قراردادی بیتن که این دا کتا ایشی 700 میلیارد من به نظر من این در حد گپه هنگر زندگ باته بله برال بلوچستان شرقی مسئله گون بلوچستان مغربی بلوچستان باز پرکیشه که ودا برال بلوچ مسلحانه مبارزه کنگوهند بعد گوادر یک جوری ماگم بچاریم ودا معاصره بلوچان برال نیروهای مسلح بلوچانی که ودا معاصره کتا کوشش کنگوهند که چین سیاست دیم رویه میلند بله ما مغربی بلوچستان تو که مبارزه مسلحانه نگندگاهیم و پاکستان تسلطی بلوچستان سرا به آن شکلی که ایران است نیستیم یه برال نگران کننده آیا بلوچ سازمان دیمتر برنامه است که مسلحانه برال چین سیاست و جمهوری اسلامی سیاست دیما بگیرند یا به همین شکلی که هنی است دقیقا تو هنچه اشاره کو که بلوچستان شرقی و بلوچستان غربی متفاوتیم بلوچستان شرقی و غربی بلوچستان غربی دیگه یک سری المان هستن که مثلا ودا نیلند چی که یکی وقتی جامعه اگه ما مثلا کل جامعه ایران در نظر بگیریم هم راضی نگو چین قرار دادن و هم راضی نه که گوهندگی برنامه نه هم پا یعنی روشنه این قرارداد تنها یه قرارداد این ماگوشن صرف یکی چابار تو که این قرارداد بندگی این بلوچستان چابار یا نه چی که او دان تقریبا تا بگه جامعه مثلا بلوچستان شرقیه که بلوچستان شرقی فقط بلوچستان تیو که او دان آدگی که ملتانی که هستن هم ملت هم دولت مرکزی هم ارتش امران که یعنی گو چینا و ده کم که مثلا فرق کنته بله انچین برنامه هم نیست که مثلا من ازبان فقط یا که من کلی بوشان یا که بلوچی اعضاب هستن یا مردمان بلوچ شان برنامه شن که مقاومت بکنن این برنامه هم میلند که مثلا آنده
اینی بندگ به بنت چینا بلشن که چین کار دیما بوشتنده بلا انچه چیزی انگه نبیته که عملا در حد اما قرار دادن گپ بیگه و اگه من یلا جامعه اگه مردم گشته دولت ها اگه چه وقتی نیم گشته تصمیم بگیرن جامعه ما نزانه که چی نیم میگیره اوتی آی رنده گوره چه ازبان دستا چه مردم درکه ایتی ما نزانه که آینده چی اتفاقی که پیچه که برنامه یا یکی هستن ازما یا مردم آیات قرآن نه که تغییر دیگه بگن که دولت چیه کنه اگر دولت این واقعا مردم گپا گوش نکنه مردم لوتا گوش نکنه برای شین که بندگی تصمیم گیری و آینده بنده زندگ باته. بعد شما وقت در رابطه با زبان بلوچی فعالیت کنگاه شما بر زبان بلوچی مشکلات بوده بازند که آموزش زبان بلوچی ممنوعه شما زبان بلوچی سر کار کنگاه آینده یا زبان بلوچی که شما چطور گندگاه آیا زبان بلوچی یه چند سال اخیره که بانو کارینا جهانی و بازین چه یه واژه و بانوکان که فعالیت شروع کردن برای امیدوار کننده دیما شده یا نه دنینگا اما مسیر نابودی زبان بلوچی که ایران حکومت دیمی برگه دنینگا اما مسیر دنبال کنگه بلوچ اگر هر زبانی که میتین دانشگاهان تو که تدریس میبین مدرسه تو که تدریس میبین دبیرستان تدریس میبین حالا چون که جاگاهی که من منظورم که آکادمیک بی و اگر تدریس میبین همیشه زبانان این خطر هست که دیم په نابودی نیمه برون بله اگر زبانان سره که ما کوشش بکنیم زبانان سره که کار ببینیم بیان دیم په مدرسه و دانشگاه و ایشان که آکادمیک ببنده و زبانانی دیگه که زبان بچنده و زبان اینه مثلا دیگه گار و بیگوانه بنده بله ما گنده کن که جامعه ایران مروچی یعنی که جمهوری اسلامی و هیچ دابا توجه نکنده هم حکومت مرکزی که مثلا ما بگیم تهران ببیتین و دوزاک و هم چون چیزی نیستن و هم آنیم ماشاءالله و اسلام آباده یعنی بشین که بلوچ وتی جند که یه کارا بکنده بلوچ وتی جند باید اگر باید پاد بیتن تکدی یعنی باید بلوچ وقت شروع بکنن مروچی که زنه مروچی یه امکانات هستن یه ابزارا هستن مثلا مردم چشان توینیت بازی چیزی مثلا این کارا بکنده اگر تیمی هستن ابسالای شیم کوشش هم میشن که ما آنلاین مثلا درس دیگ بیتین یا آنلاین مثلا مردم بواننتین و یا که وقت مثلا مردم هم بودن این هم گروهانی که هستن 10 نفره 20 نفره چی که تا زمانی که ما په یک جاگای نرستگین یک دولتی نیاد که بودن زبان مثلا ما نارگ نبتک چی که مروچی زانگان دالچال بتن زبانه و بودن که چیزانی که ببنده امکاناتی ببنده مثلا مدرسه هانی ببنده جاگانی که دیگ ببنده و چیزانی که لازمن برای پیشوی زبان برا تا مردم همین صورت هوتی زبانا دیما بارته اگر نه ما امیدواریم چه که ما مردمی که وادی که کاری تو کبی باید یه امید بیدیم مسترین چیزشی که تی امید بی مو برا تو هیچ کاری کنده کنه ما را یه امید هستیم بلیشن که من امید این که جامعه بلوچ ملت بلوچ راج بلوچ هنچو من این من یلا مستری مبارزه که این منی برای منی وتی این دیدگاه این منی وتی دل گپی بلوچ چه سیاسی کارا چه درستی کارا مهمترین کارش که زبان اگر بلوچ وتی زبان داشت بلوچ مانی اگر بلوچ وتی زبان چه دست داد بلوچ توی لیدر بیان یعنی هر چی بکنن چی کارتیم بلوچی تو گوشش فرق نکنه تو وادی که کای گو فارسی زبان گپ کنه گو فارسی بودا پوشه گو فارسی فرنگ قبول کنه برو بهتره که تو گوشه که من پرچه بلوچستان گپ بزنم یعنی برو اما که ما بلوچستان اصلا نامه هم بدل بکنم برو یک فارسی یک استان نامه بزیرن تی ایالات اینا چه که بلوچ شناخت ما تیمی که بلوچ بچیتیم بلوچ ما تیم ماندگار بیتیم بلوچ زبان بداریم دقیقاً بلوچستان اگر واشنگ بلوچستان وقت زمان معنی دن که مردم بلوچی خبر بکنند بله در رابطه با یه هم امیدوار کننده اخبار هست هم ناامید کننده امیدوار کننده اخباری است که مرچی کسانی که بلوچی لکه و وانک زانه یعنی سک باز گشترن چه 20 سال پیش مردم یعنی یه چیز باز رشد کتک بله همزمان ما گندگانی که به هر حال بلوچی عبران تو که فارسی کلمات گشته رات که مردمانی که و بازین زبان بدل بیتک بازین فارسی عبر کنگین
مغربی بلوچستان گپای خاص اشین که هم امیدوار کننده اخبار هستی هم ناامید کننده اخبار هستی. شما حالا کجا می سرعت گشترین اشین که بلوچی زبان یادگرگ و لکگ و وانگ مردمان تو که گشترانی جا کبتگ یا نه اما تغییراتی که آد که برای دنی زبانانی دنیا چا یک دنیایی که مروچی هستن یک منیله وشبهتیه هم بلوچه بعضی چیزانی مثل ملت ها مثل حقوق جنین ها مثل زبان ها این گشتر آهگاهند برجسته بیاگاند و مردم گندگینه که شان کادر دیگ بیاگاند شان انجمنند مثلا نه که تناوتی اما ملکی بند جهانی بیاگاند شان تشکیلشان سپورت کنگاند و یه چیزانی که انیم زبانه که باره و تو گوشتن نه ایشا یه چیزانی که هستن درسته تو دقیقا گوشگاه که بله یعنی میگه مزنی یه زوری تبلیغاتی که دولت مرکزی بلوچی چطوری زبان گار بکن چطور آسیمیله بکنتین چه دستا بروتین و یعنی میگه بله ما گندگان که جامعه اینشی سر فکر کنگن جامعه بلوچ شهری سر سرپد بیاگن و تی بلوچ آگرده چطور وانه گذن یه حدودی از زبان من یلا اگه آدم بلوچین 200 سال پیسر گپ بیته آش شکلا ما بیتین آدروش ما دستا داتین بلشین که بلوچی امانی تین چه که بلوچی انگه باز بلوچی زبان مانته و بلوچی وتی اما وتی دروشم داشته که مثلا بلوچی زبانی که بیتی که ما بوشن که بلوچی زبان چه دستا شده یه گالان یاد که گال پده یک چیزی که مثلا هر زبانان تو که ما بگیندین زبانان ما مثالی بجنم انگلیسی تو که باز این چه لاتین زبان هشته چه مثلا آلمانی زبان انیما بچاره سوئدی زبان زورته و ایرانی زبان ها مثلا پارسی ما بچاره چه عربی زورته این زبانان گالان دیزیر هستن بله یعنی ما بگوشن که زبان ما چه بین شده یا زبان که هیچ نمانته نه چون نه زبان من یلا انگه هستن تو تی دروش می داشته بله ایشن که اگه این 100 سال تو که کار مبیتین یعنی کارانی که مستمر مبند و کارانی که په دل ما بانتین این یک محدود ما بوشن که مثلا در حد واتساپ یا محدودی مثلا کلاسان تشکیل گوڑا زبان میریتی بله جوانانی و هم وستگی که پیشرستانی که هستن و نوکین که نسلی که من یلا ما درو ور ببین یا موش ببین و اتفاق ببین که زبانان چونه کدیان بری اما بلوچی یه مسئله که پاک و پرده کو پوچی اشکی محله گویی چی این اشکی پاک پرده کو پوچی में भी مرد دل اگه کار کن پا دل کار بکن اگه پا بلوچ هم کار کنه پا دل کار بکنه اگه پا زبان هم کار کنه پا دل کار بکنه هر اندازه که ما توانی هست ما درو توان اندازه مرد هیچ کسی که توان گیشتن کاری کنه من توانم هیچ که ما کارا بکنم تو یک توانم هیچ که ولی ساکی امیدوار کننده چیزی که ما این امید کنم که هنچوش کنی هستن مروچی کارانی که شما دیما برگاه و دیگه سنگتانی که هستند برای هر پڑے تو کا کار کنگا واش کار بیگه امید کنم که کارا گیشتر ببند تو یک سودمندی کار ببند برای شانی برورد مردم و بلوچ برسید زنده باته بعد اتفاقا شما اشاره کد مای جند و مای برنامه من جندام انتقاد بیت کلاب هاوس برنامه یک باشه که تیابران تو که فارسی کلمه باز هستیم من هم یه جواب داد که من وقت یک نمونه که قربانی بیتگم چه ایران حکومت بلوچی زبانه وانگو لکگو یه چیزا ما رو محروم کتک بیتک بعد جالبین بحثی یک واسطه هفته که تو که فضای مجازی مخصوصا بلوچانی گسته ایشه که در رابطه با نوروز ایشه که بازین یک باشی که بلوچان تو که نوروز قدیم بیتک بازین یک باشی چه قدیم نبیتک نوروز شما در رابطه با نوروز آیا شما که فعالیت فرهنگی و برای ادبی که نگاه بلوچان واسطه شما در رابطه با نوروز زانه تاریخ بلوچستان که آیا نوروز بیتگ و یه مسیر تاریخی تو که گار بیتگ یا اساساً بلوچستان چه اول نبیتگ والا منش وشت نکنم که بیته یا نبیته منش یاد بگم که سکی یعنی یک امیرین یا مثلا جغلانکی چشی باری یعنی یک پتپولی بیته نه نبیته بله شیء من هم پدا یه چیزی مردم بچاریتین لحظه چیزانی که هستن یعنی مثلا ما جامعه تو که نوروز نام هستین
و یه چیزی که مثلا اما بهارگان تیم بتگن لاتی جشنام بتگن توان گرگ بتگن و پد این نامان مرد چه درستان چیتری که نام شر پرچه زیرک ده هر نام یا یک معنای هست. این نام مثلا ما نوروز نام بچن بلوچستان تو سک بازه و یه دیرگی نام این زانگی که نام نه چه عربی نام نه یاد که این نام شکی نامان پجاری هسته و این نام دیرگی نام ادام هم مردم چی بیته که این بلوچ فرهنگ توکا منش 100% باش نکنه پدا جیره این بیته بله شنکی بیته نوروز نو و بارگانی جشن گرگ بیتگان و پدا یکیشن که اگه ما یه دو بچاره چی ما یه جغرافیای توکا زندگی درسته ما را جیره هستیم ولی هر مسائل ما سیاسی مگنده هر چیزا و شن که ما انیم بگی چاره کردستان توکا هستن کردستان از چه زبانی لازا چه فرهنگی لازا گمار نزدیکه و یه دیگه که فارسانی که فلات ایران توکا نشتگن تو افغانستان توکا من یه چیزا بیتگن چی که ما هم این اگر ریشتن بچاره گشته گویی چیان نزدیکتره که یک چه عربی برای این عربانی هم ما هیدی زیرگان چه و من گوشی معتقدم من شی سر من باور هستن که من یه واشین چیزا مردم بزیردیم یه واشین چیزی برای شادی مردم چه که جمهوری اسلامی و این مولان که مثلا چه گمی چیزا هم دلا بجن و نزانو آنتاسو آشورا ولی باز بهتر دولار تر من یالا چه بلوچ باز یا سری بلوچ یا سری جامعه من نوشن از شی سرای چه تعصب هم نیسته و این جشن گرانتی و ما گنده 40-50 سال تو و روچا مثلا مردم خوشی کنن شادکامی کنن و بله یه سری مثلا مسئله سیاسی گنده من یلا سیاسی ما گندن برای منویتی نظری و اگر بوشن اسلامی ما اسلامی هم داشتگم من بلوچستان تو که دو ایدام گرم بلکه آدگی جاگان چونه و سکم پر رنگ ایشی هم پر رنگ بدارن و مروچی ما گندگان اگر این ما شما بچاره عربی سالی که چی عوض شی عجیبی چیزی مردم دیگه مثلا ما بچاره میلادی حالا مردم جشن گرفتن بازی مثلا اصلا مسیح نه اینا و یا مثلا جشن تولد این جشن تولد هم می اگر جامعه واقعیت بچاره نوکی چیزش مردم گرانتی دیگه شاید من نظری واشین چیز اینی که واشی کارم خوشی کارم مردم واسه دردسر نیارن این شهر این چیزا فقط من اشاره بکنم به یه موضوع که کسای بخشی که منتقد بیتگن چه برای بلوچستان تو که نوروز مراسم سک کم گرگ بیت مگوش کنی که زیر 1%. کسایی که انتقاد کنگان نوروز برای ایرانی مراسم حساب کنگان در حالی که نوروز فقط مراسم تهران و اصفهان نه نوروز کردستان باز پررنگتر چه هر جای دنیا تو که من نظر پررنگتر نوروز کردانی نوروزه ولی یه بخش که انتقاد کنه که چه نوروز اشانگ باشند که برال چه رضاخان حمله رند مثلا ایران برال متخاصم فرهنگ بلوچستان آد که و یه نوروز ایران تخاصم حساب وارد بلوچستان بیت و انتقاد کنگان نه درسته یک سری چیزا مردم او این اگر منتقدانی که هستن یکی منش دقیق نزانم که من گوش بگم ولی من زانم که از ظلم و زورانی که بیتگند رضا شاه کتگندی بلوچ راج سر و ایشی مروچی من یلا می تبدیل بیتگند که مردم چه یه چیزا این بری زانه چه های خوشی هم برنظیری اگر های سیلی که وقتی جاگا بله همی که خوشی که هستیم بلوچی بدهانتی مثلا راجا و ملت آئی هم برنظیری ایشان بی دلیل نه که گپانی بیایم برای من نزان دقیقاً که شی که مثلا چطور گوش که مثلا این نوروز سرای همی چیزانی که به زور لورتی یه چیزی مثلا غالب بکن ایشی من باز شی باره مطالعه نمیدم زنده بات دیگه بحث هایی که برای در داخل بلوچستان هستند برای بلوچستان تو که یک بخشی چه بلوچان ودا در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی هم کار کنگان آن کوشش کنگان که عمود مسئله لحتی مسئله آزانند که پاکی مسئله حل نبند و برای اکثریت جامعه بلوچستان معتقده که جمهوری اسلامی ها نه تنها گنده مسئله مسئله حل نبید شما کلوپا بهرچه بلوچان چیه که از روچه که یه انقلاب
به هر حال جنبش زن زندگی آزادی شروعه بر چه بلوچان که گون جمهوری اسلامی کار کنگان شدیداً انتقاد بگوان چه بلوچستان جامعه نیمگا شما کلو به عنوان یک بلوچ فعال سیاسی که آلمان تو کارو کوشش کنگا شما کلو په بر چه بلوچان چیه برای کاش که وقت یک گپا سرپا بتینند چی که مردمی که باید که وتی راجا وتی قوما وتی زبانا وتی سرزمین احترام نه من الهی هیچ مردم کلا یندی مدا چی که آی بندا گو بلوچ و بلوچ دوست و گو بلوچ راجا آی بندا بورتا چی که آیا بلوچستان بلوچ سرزمین آی ناموسین آی مردم دیگه چیزی بشیدیم برای این وطن مردم مات که چه مردم دست بگیرن جمهوری اسلامی ها بلوچستان سر اگن گیشی مبکتی ما بزانتین یا اگن آی سر زور مبیتین تا آی بلوچ چوک مکوشتین کشت مبیتین ما بگشتین که یه کارانی که هاو شانگو گجر همراه اشاره کرد بله هر کی گپی کنی من درستگین جتا این درستگین ظلم بیتگن درستگین جنایت بیتگن بعد چون مردم بیتین وتی پدر کشته که تایتی یعنی بننده و پدر گو آیه کنگن بزن گوره تر هیچ دابی غیرت و حیایی نیستیم و هیچ دابی تر یعنی مثلا فرض کن مردم انتظار می‌کنن تر هیچ دابی شرمینی برای ایشانی همیشن و من یلا رژیم هر رژیمی بیتین و عده که تبدیل به دیکتاتوری با این رژیم 100% روان یا مثلا 1 سال 2 سال 10 سال این رو بگار روانتی بله ایشانی اما بلوچی بشن که فقط اما سیلی نام مانی و هنچو که هم رژیم مگه گوستگی رژیم مگه مردم گوشه که بازی نواتا میواری کنده که پرچه رژیم شد و یا رژیمی مثلا شا آهی هم تبدیل به یه دیکتاتوری بگم شد اگه یعنی دیرزید ولی شد اگه نه چی که آی تو که آزادی نیستن تو مردم آزادی که ببنده مروچی که این هم رژیم 1 سال 2 سال 10 سال اشی هم رو هم چو هم یه دو قدرتمنده رژیم هم مردم رژیم فکر نکو که شاه رو گویی حکومتا مروچی ایشی هم فکر نکو ولی یه درو روان چه که مردم همیشه توده مردم مثل یک که یک طوفانی که آی دیم هیچ کس داشت نکن و ایشان 100% روان بله من یالا بلوچ واجنام ترکی بلوچ وارنانی که هستن یا بلوچی کماشانی که هستن برای هر شکل شمالی که وقتا وشنده سرده من یالا بهترین که یه بها مبنده یه بیاین بلوچ او رو بنده که من یالا واجنام و آخری تیما یا اگر مثلا یه مخالف رژیم اگر رژیمشون بکشیدیم بله من بلوچی که شانتی بتلی توی مرگم علیک دولدارترن که چیشی که بروان رژیم مخبر ببند توی رژیم گیر ببند تو وکی ملک و وتی عزت آبوا و برای یه سکش اگر شما خدمت با بلوچ خیانتی یک خیانت ساکی شما واسه گراند زندگ شما برال پوشی موضوع اشاره کد برال بهانه که آیا کارانتشن که وشی ما ملک تو کنیم و شما دناه و یه بهانه من نظر اصلا قابل قبول نه ما شما شرقی بلوچستان گندگایم کسایی که ملک تو کنند گشتر چه کسایی که دناند فعالیت کد شهید داد و برال بلوچستان دنیگه داشته و وتی مبارزه ملی دیما برگاند و در رابطه با برال کشتار زاهدان مزنه بید بلوچان به حال اعتراض کرد خارج از کشور بله اعتراض البته من نظر به عنوان خبرنگار شما فعال سیاسی هم جستشین که شما در رابطه با یه اعتراض مخصوصا بلوچستان حزب مردم بلوچستان یا بلوچستان استوانگلا چه کارهایی کوتاه شما برنامه چارواکان واسه توضیح بدید آیا شما یک کشتار بین المللی سازمان دیما برده گزارش داده و آیا جواب و خبر چه بیتگن ادا زنم انچو پیسر تو اشاره کنم کاری که کنگانده و اصلی کار هموده چون ملک توکا بیگه یعنی مردم روڈ و جاده هم سر گوشتاته که و تیران دیم و گوشتاته و تا کشایی
کف خیابان و فرق کانتین من اشتغل اروپا و اون کلچه راحتی لوگیا و گرم نرمشی فرق کانتین که من بیام گویی و تا مقایسه بکنم که من شون که نه یک کارم من کنم بذارشی مزنین دروگی من بندگم شی وقت گلایی کنگم و اشی من اگر یک گپ من باید من لاجی بکنم بله ما کوشش بکنه که ادامه توار ببین آن توار ببین که آنی که اگر هم بودن مرچی بودن جاری چیز بیتر بود زرومبشت چیز بیتر بله یه جارا ما برسینیم په یه دنیای که مزنی دنیای هستن یه اداره آنی که هستن نهادانی که هستن مؤسسه آنی که هستن ماشی برسینیم که بودن بلوچ سکا گفته بلوچ آواز نک بگیم بلوچ کشک بگیم بلوچ شهید کنک بگیم و اشیا ما برسینیم و اسم مردمی که من به عنوان که یک اسم مردمی و به عنوان یک بلوچی ایدان که ما جای تون تاشون که ایدان تظاهراتانی بیتگن تیز مردم انجام دادن تو بیه داوی بلور تگی که مثلا توار بیت ظاهر بی دنیا تو که مثلا مردمانی جنگ بیتگن تو ماات که تظاهراتان شرکت کردن و مختلفین تظاهراتان تجمعان بیتگن ایدان ماشام یک گردمانی ور بیتگین و دومی که گشتیم برمه رسانه‌ای که کاری که ما رسانه‌ای که روزانه انجام دیم به اشکال مختلف شما این کارا کنگانا سوشل میدیا توکا و دیگه میوتی از به هم گندونندانی که هستن که دنیا که آجاگاه که ما بزانه که می گپا گوش دارو که هستیم ما را گنجایی آی دارن رنگ گپ جنی انچو که مثلا پرسکن سازمان ملل هستن یه دیگه جاگاه دارن و بلوچستان دیگه هم مثلا جوانانی که هستن تیوکانه که منشون که کارا ما کنگان و دیگه هم سنگتانی که من هم فکرند برای بلد دیگه مثلا تعلق دیگه مؤسسه و مثلا چی هستن گروه حقوق بشری آیان هم کار کنم بیچارجی که وقتی کارا شهری سر دیگه ما برگن و هنی ما گندگان که امیزی پیری اتفاقی سازمان ملل توکا مثلا سبا بندوی گپا قطع کنند که یعنی همیشه هم برداشت کود نکنند این بزن یه سکی گپی که توندیم تا که جمهوری اسلامی گپا چیه کود نکن یه کاران بیگانند و هنچوی رسان که امتی کارا دیگه ما برگن برای این چیزا هستن تو دیگه هم سنگتانی هستن اروپای توکا کار کنن بله متاسفانه مازان ماشمه تعداد دادن کم می آدابی که میشه دل لوٹی تین میشه دل کار آن نبیگاین تو بله امیدواریم که با همین کمی تعداد وتی کار دی ما زنده باته. من فقط برنامه چاروکان واسه یه توضیح بدم که بانوک سبا بندوی بلوچستان گروه حقوق بشر نماینده که سازمان ملل سخنرانی کنگاید جمهوری اسلامی نماینده بانوک ابر و قطع کد در رابطه با کشتاری که زایدان بیت و سرکوبایی که بلوچستان بیگاید آیا په شورای حقوق بشر سازمان ملل توضیح دهگاید واجه زیندینی شما به عنوان آخری ابر توانه وتی گپا بجنه که من برنامه و تقریبا تمام بگیم. سلامت باشه من دیگه پینیستن و امید کنم که انچو کت پیسر من تو امیگا بجد که نوکین سالی بیت من نوکین سالا پا درست مبارکباد شون پا یک رند دیگه و امید کنم که یه سال آخری سال بی رژیمه و واشین زندی بیت و واشین آرامشی بیت واشین آزادی بیتین و هم انچو کت پیسر واش زن زندگی آزادی و دروم یا روچی یه درستی که مثلا برای درستی چیزن در تغییر بی تو بودی زندگی پواشی زنده بلوچستان و ایران زنده باته واجه ملک زیندینی بلوچ سیاسی جودکار که بودی واحد مورد داد زنده باته بانو کو واجه شما مهربانی که بودی واحد اشت مرچی گپ و تران برنامه دنبال کد شما روچ باش بود